در صحنه اول فیلم با یک دلال بیمه آشنا میشیم که اسمش آلنه و مشغول بازی‌های ویدیویی توی کامپیوترشه. همسرش با اون تماس میگیره و ازش میخواد با اون در یه جایی ملاقات کنه تا با هم دنبال خونه جدیدی برای خودشون بگردن. فرانک که یک مشاور املاکه اونا رو به داخل خونه‌ای راهنمایی میکنه که ویژگی‌های خاصی داره و خونه رو به اونها نشون میده. ماری در حال تماشا و قدم زدن در خونه بود که یک خودروی متروکه که در اونجا پارک شده رو میبینه. فرانک به اون اطمینان میده که خیلی زود اون ماشین رو از اونجا خارج میکنند. زوج به این فکر میکنن که خونه برای نیاز اونا تا حدودی بزرگه و باید در مورد خرید بیشتر فکر کنند. فرانک وقتی میبینه که اونا دو دل هستن رازی رو در مورد خونه فاش میکنه که اونا عجیب و خاص‌ترین خونه جهان میکنه. پس اونا رو به زیر زمین میبره و دریچه‌ای رو بهشون نشون میده و ادعا میکنه رازی در زیر این دریچه نهفته است که زندگی اونا رو تغییر میده. زوج در ابتدا فکر میکنن که دریچه به فاضلاب منتهی میشه و چیز خاصی نمیتونه باشه، اما فرانک اونا رو متقاعد میکنه که پایین برن. در نهایت این زوج به دنبال مشاور املاک زیرک به اعماق زیر زمین میرن. در کمال تعجب تونل اونا رو به طبقه اول همون ملک میبره و همش به همینجا ختم نمیشه. زوج متوجه میشن که الان روزه، در حالی که وقتی وارد تونل شدن عصر بود. آلن و ماری به شدت شوکه میشن. فرانک به اونها توضیح میده که هر کسی که وارد تونل میشه 3 روز از سنش کم و جوانتر میشه و این پروسه 12 ساعت طول میکشه. ماری به شدت هیجان زده میشه چون همیشه میخواسته از نسل‌های قبلی بوده باشه، مثلا 100 سال قبل‌تر. پس شوهرش رو متقاعد میکنه که خونه رو بخره. چند روز میگذره و اونها در خونه جدید ساکن میشن، جشن میگیرن و نوشیدنی میخورن. شوهر کم کم به روال عادی زندگی برمیگرده، اما زن که به طور عجیبی شیفته تونل زیرزمین شده سعی میکنه بارها و بارها به امید جوان شدن از اون عبور کنه. یک روز جرارد رئیس آلن همراه با دوست دخترش جین برای دیدن خونه جدیدشون میان. به محض ورود توجه جرارد به یک ماشین متروکه‌ای رها شده در اون نزدیکی جلب میشه. جرارد که عاشق ماشینه به آلن پیشنهاد میده که باید اون رو بازسازی و تعمیر و استفاده کنه. ولی آلن که علاقه زیادی به ماشینا نداره، توجه زیادی به پیشنهاد اون نمیکنه. در همین حال ماری از تونل بیرون میاد و به اونها میپیونده و معلوم میشه از روز قبل وارد تونل شده بوده. اون شب وقتی مهمونا خونه رو ترک میکنن، ماری از آلن میخواد که وارد تونل بشه، اما آلن به دلیل مشغله زیاد از این کار اجتناب میکنه. ماری که هر روز به داخل تونل میره و برمیگرده به عکس‌های جوونی خودش نگاه میکنه و هدف نهاییش اینه که به روزهای جوونیش برگرده و به مدل شدن فکر میکنه. پس آینه‌ای مقابل خروجی تونل نصب میکنه، بنابراین هر بار که از تونل خارج میشه میتونه تغییرات قابل مشاهده در ظاهرش رو ارزیابی کنه و دوباره و دوباره به زیر زمین میره و تغییری در خودش نمیبینه. بنابراین به ذهنش میرسه که با یه حقه خاصیت تونل رو آزمایش کنه. یک سیب گندیده برمی‌داره و با خودش به داخل تونل میبره. وقتی از تونل بیرون میاد در کمال تعجب سیب سالم و مثل روز اول شده. در همون شب ماری کشف خودش رو با شوهرش در میون میذاره و میگه که تونل واقعا کار میکنه و قدرت معکوس کردن روند پیری رو داره. با این حال آلن کاملا بی‌علاقه است و از وسواس ماری نسبت به تونل خسته شده. کشف ماری رو رد میکنه و اعتراف میکنه که چیزهای مهمتری برای نگرانی وجود داره و این جرقه یک مشاجره شدید بین زن و شوهر میشه. در میان همین آشفتگی آلن از همان سیب آزمایش شده گاز میزنه و متوجه میشه که سیب آلوده به مورچه است و داخلش از مورچه ها پر شده. این مسئله آلن رو در مورد زنش نگران میکنه و با اون پیشنهاد میده که با هم به دکتر برن. اون به دکتر میگه آیا ممکنه بدن یک انسان از داخل آلوده به حشرات زنده باشه؟ دکتر معتقده که آنها شوخی میکنند و حرف آلن رو جدی نمیگیره. آلن ترس خودش رو از این ابراز میکنه که ماری ممکنه فقط در ظاهر جوان به نظر برسه، در حالی که در درون به سرعت پیر میشه. با این حال زن هریس همچنان مصممه که یک مدل مشهور بشه و وقتی به خونش میرسن به سرعت به داخل تونل میره. چند روز بعد به صورت اتفاقی آلن با فرانک برخورد میکنه. از این فرصت استفاده میکنه و از فرانک در مورد عوارض استفاده از تونل میپرسه. فرانک در پاسخ میگه که اگه از تونل زمان درست و به حد تعادل استفاده نکنن میتونه منجر به عواقب شدید جسمی و روانی بشه. در یک نقطه آلن به فکر مهرموم کردن دریچه تونل برای پایان دادن به هرج و مرج میفته، اما ماری قاطعانه جلوی این کار رو میگیره.
فیلم پس از چند سال به پایان میرسه. پس از هزاران بار عبور از تونل زمان، ماری در نهایت به عنوان یک دختر جوان 19 ساله از آن بیرون میاد. به علاوه علیرغم ظاهر دگرگون شدهش، او در تلاش برای تبدیل شدن به یک مدل هنوز هم احساس خوشبختی نمیکنه. این منجر به ناامیدی شدید او میشه تا حدی که به تدریج بر سلامت روانش تاثیر میذاره. یک روز ماری به نقطه اوج خود میرسه و یک فروپاشی روانی شدید رو تجربه میکنه. به همین دلیل مجبوره در یک بیمارستان روانی بستری بشه، در حالی که ماری از خونه دوره. آلن سرانجام درگاه رو میبنده و به سفرهای ماری در زمان پایان میده. در آخر صحنه‌ای رو می‌بینیم که در بیمارستان ماری در حالی که در اضطراب درونیش غرق شده شیشه‌ای رو میشکنه و سعی میکنه خودش رو زخمی کنه. وقتی دستش رو میبره این زخم راز شوکه کننده ای رو آشکار میکنه و اون اینه که بدن ماری نیز توسط مورچه ها تسخیر شده و به این معنیه که تونل در تمام این سالها بدن ماری رو از درون تخریب کرده.